سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. میخوایم بهترین باشگاه فوتبال یک دهه رو مشخص کنیم. شروع کنیم از آژاکس خود هورن خیلی باشگاه بزرگی، من نمیتونیم خیلی جای بعدی بزنیم، ما میذاریم معمولی واقعا و نباید. آسه میلان یکی از بزرگترین باشگاه ایتالیا که به نظر من شاهزاده میشه. اتلتیکو مادرید معمولی. بایر مونیخ هم باید بذاریم شاه دیگه، بزرگترین باشگاه که نه، ولی کسی خیلی بزرگ. بارسلونا رو دیگه باید پادشاه بذاریم، نمیشه، راه نداره. بنفیکا یکی از بزرگترین باشگاه های پرتغال، ولی به نظرم بزرگترین نیست، اصلا خیلی بد میذاریم. سلتیک بزرگترین باشگاه اسکاتلند، نمیشه خیلی جای بدی گذاشت. ما رتبه بد قراریم. دورتموند شاهزاده. ایورتون چون یه دهه پیش خیلی خوب بود، من میشه چیز بایم، ولی ما الان که خیلی افتضاح شده وضعیتش، افتضاح میذاریم. اینتر میلان شاه. بهترین باشگاه ایتالیا یوونتوس شاهزاده واقعا. لیون هم الان وضعیتش خوب نیست، ولی یکی از بزرگترین باشگاه های فرانسه بود. منچستر یونایتد تو یک دهه الان حساب نکنم، ولی تو یک دهه اخیر عالی بوده، باید شاخو بزنیم. مارسی واقعا افتضاح بود، خیلی بود. خب بریم منچستر سیتی هم توی 5 سال اخیر خیلی خوب بوده. شاه. موناکو بده، خیلی بدم نیست. ناپولی بله. خب بریم ناپولی معمولی. پورتو بزرگترین باشگاه پرتغال معمولی. پاریس بزرگترین باشگاه فرانسه است، شاهزاده. رنجر هم یکی از بزرگترین باشگاه هاست، ما به نظر من رنجر بذاریم. بس سلتیک خیلی بد، چون رنجر خیلی باشگاه بهتریه. رئال مادرید حتما پادشاه، حتما. روم معمولیه. شالی که افتضاح، اصلا حرف نزنیم. سقوط کرد دست سوم آلمان. سویا هم بده واقعا. توتنهام هم معمولی. گالاتاسرای بزرگترین باشگاه ترکیه است، ما باید معمولی بذاریم. والنسیا هم که افتضاحه. 3 تیم برتر انگلیسیمون. آرسنال میتونیم بذاریم معمولی. چلسی لیورپول شاه. چلسی شاه. خیلی ممنون تو این ویدیو بودین، تا آخرش ببینین. لایک کامنت فراموش نشه. فعلا تا ویدیو بعدی.